در نماز فرض هنگام سوره فاتحه خواندن امام از پس او تکرار کردن سوره فاتحه و دیگر سوره ها با آواز پس خواندن درست است یا نه؟ در مذهب خودمان، مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، هر وقتایی که امام سوره فاتحه میخواند 11 سوره میخواند، مقتدی یعنی کسی که از پس او اقتدا کرده است، اونا حق دیگر تکراری از پس امام ندارند. مثل آیت قرآنی که خداوند قرآن دا میگه هر وقتایی که قرآن خوانده شد باید که شما سکوت باشین و گوش کنین. دلیل مذهب امام ابو حنیفه هم همین آیت قرآن است، همین آیت قرآن است. و دیگر دلیل حضرت امام ابو حنیفه همین است که قرائت امام قرائت مقتدی است. امام که خواندگی امام خواندگی مقتدی می شود. برای همین ما در مذهب ما گویم همچون ترک واجب میکنیم وقتی که از پس